خب بچه‌ها، یه ایرانی اصیل همیشه اول تیلیت میکنه. صبح روز دوم رو با روشن کردن آتیش و گذاشتن قابلمه روی اون و اضافه کردن کنسرو سیراب شیردون بهش شروع کردم. به به. واقعا نمیدونم چرا بعضیا ارتباط خوبی با کله پاچه ندارن. یعنی مگه میشه واقعا ارتباط خوبی نداشت؟ بعد از خوردن این صبحانه دلانگیز که از پاچو بابتش ممنونم، شروع به جمع کردن چوب برای دیوار پشت کلبه کردم و این چوبا رو دقیقاً از درختی که تو پست قبلی دیدید چطوری با باد نقشه بر زمین شد برداشتم. بعد از پروسه نفسگیر اره کردن، گره های هر چوب رو با تبر میگرفتم تا بتونم به خوبی روی هم سوارشون کنم. کنده های سنگین رو یکی یکی به دوش میکشیدم و تا محل کلبه میبردم. بعد از اینکه چوب ها به حد نصاب برای ساخت یه دیوار رسیدن، نوبت پایه ها بود. این کارم با پیدا کردن چوب مناسب و به کارگیری اره و تبر انجام شد. پایه ها هم به زمین کوبیده شدن و حالا وقتش بود چوب هایی که با سختی و کار بدنی فراوان جمع آوری شده بودن روی هم قرار بگیرن تا دیوار پشتی هم تکمیل بشه. با میخ کردن چوب ها حالا رسما کار دیوار پشتی و البته این قسمت از داستان ما هم تموم شد. دیوار یه تکیه جانانه میدین که از سفت بودنش اطمینان پیدا کنید.